السلام علیکم و رحمت الله. دوستان عزیز، قسمی که میفهمین اخراج مهاجرین در این اواخر به فاجعه بسیار بزرگی تبدیل شده است و هموطنان عزیز ما بسیار در یک حالت بد و یک حالت نامناسب به سر میبرند. در این ویدیوی کوتاه میخوایم بگوییم که چی کمک ما میتوانیم به حیث یک مسلمان و به حیث یک هموطن و افغان برای آنها انجام بدهیم. دوستان عزیز، هموطنان ما که در خارج از کشور زندگی میکنند، همین وقتش است که شما به هموطنان خود کمک بکنید و دست آنها را بگیرید. شما می توانید با کمک بسیار کم زندگی چندین فامیل را نجات بدهید. شما می توانید با بنیادهای خیریه ارتباط برقرار کنید و کمکتان را به آنها ارسال بکنید. و دعوتگران عزیز ما که بنیادهای خیریه دارند، بسیار بنیادهای اعتباری و با اعتماد هستند، شما می توانید با آنها ارتباط برقرار بکنید و کمک خود را ارسال بکنید. دوستان عزیز، همین وقتش است که شما به هموطنان خود کمک بکنید و از اجر و ثواب بسیار بزرگی برخوردار شوید. و دوم، دوستایی که در داخل از کشور قرار دارند و زندگی میکنند، شما هم میتوانید هر کمکی که از دستتان می آید بکنید. کمک مالی، کمک جانی، کسی که درایور است، موتر دارد، میتواند مهاجرین را انتقال بدهد. هر قسم کمکی که از دستتان می آید بکنید. دوستان عزیز، همین وقتش است که ما باید کشور خود را آباد کنیم. هیچ کسی به درد ما نمیخورد. تا که خود ما کشور خود را نسازیم، دیگر هیچ کسی بیگانه نمی آید تا کشور ما را بسازد. بعضی مردم هستند که از کشورهای اسلامی گله میکنند که اینها مسلمان نیستند، به مسلمان ها رحم نمیکنند. دوستان عزیز، ما به نام اسلام اینها دیگر هیچ کار را انجام نمیدهد. اگر اینها به اسلام ارزش میدادند، حالا غزه را کمک میکردند. غزه که در پهلویشان است، هی در قصهش هم نیستند. زنان و کودکان بسیار در یک حالت خراب قرار دارند و نان به خوردن ندارند، اما اینها در قصهشان نیستند. پس چی باشد که در قصه کشور ما باشد، در قصه افغانستان باشد؟ پس دوستان عزیز، تا که خود ما خود را آباد نکنیم، خود ما تلاش نکنیم، خود ما زحمت نکشیم، دیگر هیچ کسی به کمک ما نمیاد. همین مهاجرینی که حال پس به کشور خود آمده، اینها کوشش بکنند از ظرفیت خود استفاده بکنند و کشور خود را آباد بکنند. تا که ما به بیگانه ها محتاج باشیم، باید خود ما کوشش کنیم و تلاش بکنیم و کشور خود را به پای خود استاده بکنیم. پس دوستان عزیز، در آخر بگویم که ما همین وقتش است که ما به هموطنان خود کمک بکنیم. هر قسم کمکی که میتوانیم بکنیم. اگر خود ما نمیتوانیم، دوستایی را که میشناسیم که اقتصاد خوب دارن، از آنها کمک بگیریم تا هموطنان ما یک زندگی خوب داشته باشند. شما ویدیوها را شاید تماشا کرده باشین که طفلکا و زنان هستند که در روی سرک هستند، می توانیم به آنها کمک بکنیم و اجر بسیار بزرگ را ببریم. پس دوستان عزیز، ما باید کوشش بکنیم تا باشه که در آینده ها کشور ما انشالله یک کشور با اتحاد و یک کشور خود ساخته باشه تا دیگه ما به بیگانه ها احتیاج نباشیم.